اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سوره که ما شما امروز شروع میکنیم سوره انفال هست و یک از سوره های مدنی هست، دارای 75 آیه هست. از نگاه ترتیب نزولی 88م سوره هست و از نگاه ترتیب جمعی هم 8م سوره هست. و سوره انفال یک نام مشهورش است که به نام انفال نامگذاری شده. با وجه تسمیه این سوره که به انفال مسما شده ای است که انفال غنیمتا را گفته میشه، غنایم جنگی را گفته میشه. غنیمتی که از دشمن به دست میاد این چند نام داره. یکی از انواعش غنیمت است، یکی از انواعش فی هست، یکی از نامهایش انفال هست. غنیمت، فی و انفال. البته یک کمی تفاوت هم دارن که غنیمت مال را گفته میشه که از دشمن گرفته شده باشه، در جنگ گرفته شده باشه، یعنی با دشمن جنگ شده باشه، در مقابل طرف پیروز شده باشن و همو مالها را به دست آورده باشن. اینا را میگه غنیمت. اگر یک منطقه یا یک جای، یک شهر بدون جنگ فتح میشه، بدون جنگ مردمش تسلیم میشه، مالی که دوجه به دست میه او مال فی میگه، مال فی. در غنایم جنگی مثل غنایم بدر، غنیمت های بدر که در غزوه بدر نصیب حال مسلمان ها میشه، نصیب مسلمان ها میشه، اینی را چی میگه؟ غنیمت میگه. این غنیمت است. چرا؟ به خاطر ازی که مسلمان ها در مقابل کفار می جنگن و در مقابل اینها پیروز میشن و غنیمت به دست میارن. این چی میگه؟ غنیمت میگه. مسلمان ها وقتی که میرن در خیبر بدون جنگ فتح میشه و مالی که دوجه به دست میاد اونو مال چی میگه؟ مال فی میگه. الله متعال در مورد غنیمتا یا اموالی که در خیبر مسلمان ها میگیرن در سوره حشر در مورد ازو بیان میکنن. الله متعال میفرماید و ما افاء الله علی رسوله. دوجه ما افاء ذکر شده. افاء از همون ماده فی گرفته شده که همون مال را گفته میشه که بدون جنگ به دست آمده باشه. پس یکی غنیمت شد که در جنگ به دست میاد، یکی فی شد که بدون جنگ به دست میاد، یکی انفال است. انفال به هر دویش شامل میشه، هم غنیمت شامل میشه و هم فی شامل میشه. این انفال میگه. پس این معنای اصطلاحیش بود. گفتیم که غنایم جنگی که به جنگ به دست بیه یا بدون جنگ به دست بیه این انفال گفته میشه. و معنای لغوی انفال جمع نفل است. نفل زیاده را گفته میشه. مثل که ما شما نماز نفل داریم، خود نفل اصل جایزه را میگه و به خاطر این جایزه میگه، به خاطر ازی که جایزه هم یک چیز اضافه است، یک چیزی هست که یک شخص مستحقش نیست، یعنی تو نیست که حق لازمیش باشه، از طرف یک کس دیگه برش داده میشه. این جایزه میگه. یا نفل اضافه را میگه، زیاده را گفته میشه. چرا که از فرض کرده چیه زیاد است، لازمی نیست بلکه یک چیز اضافگی است، میشه که کسی او را انجام بده. نفل، نماز نفل به می خاطر نفل میگه که از فرض زیاد است. و غنیمت یا غنیمت چرا انفال میگه؟ به خاطر چی؟ به خاطر ازی که اصل هدف ما در جنگ رضای پروردگار است، اعلای کلمت الله است و غلبه دادن یا به اصطلاح غالب کردن دین اسلام هست که دین اسلام ما و شما عزت بدیم. ولی غنیمت یک چیز اضافه هست، یعنی هدف اساسی ما غنیمت نیست بلکه هدف اساسی ما رضای پروردگار و اعلای کلمت الله هست. به خاطر این چی میگه؟ نفل گفته میشه. سبب نزول آیه اولی که مفسرین بیان میکنن
از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که میگه در غزوه بدر پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از غزوه بدر به خاطر تشویق بیشتر مسلمان ها، به خاطر تشویق بیشترشان، مسلمان ها را میگه هر کس، هر شخصی را که به قتل برسانه یا کس را اسیر بکنه، چیزایی که از او گرفته میشه، غنایمی که پیش از امون نفر است، اونمو کلش از امون شخصی است که او را به قتل رسانده یا اسیر کرده. خب اینا بسیار تشویق میشن. دی وقتی که سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را میشنون، دیجا وقتی که جنگ شروع میشه، امو کسایی که جوان بودن، نیرو داشتن، قوت داشتن، اونا پیشتر میرفتن و اونا بیشتر از دیگران کرده، بیشتر مثلا به قتل میرساندن یا اسیر میکردن، چون توانایی داشتن. ولی کسایی که کهنسال بودن یا سنشان بسیار بلند بود یا به اصطلاح کهنسالا و ریش سفیدا، اونا عقب مانده بودن. یگان تا را میکشتن، یگان تا را به اصطلاح اسیر کرده میتونستن، ولی به اندازه جوانانی. و اینا اکثرشان در عقب مانده بودن فقط به خاطر بلند کردن پرچم، اما پرچم را به دست خود داشتن. خب وقتی که جنگ تمام میشه، امی کهنسالا به جوانا میگن که یکی از اسبابی که شما پیروز شدین، یعنی شما بیشتر جنگیدین، تقویه شدین، شما شجاعت حاصل کردین، موجودیت ما هم بود. یعنی درست است که ما قدر زیاد نقش نداشتیم به اندازه شما، ولی نقش ما هم یک اندازه در این جنگ بود. چرا؟ به خاطر ازی که اگر ما نمی بودیم، تعدادتان کم می بود، شما روحیتان ضعیف می شد، یا حداقل یک پرچم خوب بلند کردیم. به می خاطر شما در این مالهایی که میگیرین، غنیمتایی که میگیرین، ما هم شریک کنین. یعنی جوانا و کهنسال همیشه باید از استفاده بکنن. خب در بینشان یک کمی سوء تفاهم رخ میده. خب در بینشان یک کمی سوء تفاهم میشه و بعضی کمی جنجال در بینشان پیدا میشه. اینا دعوای خود را به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش میکنن که این تو یک دعواست، در بین ما چی کار بکنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم بالایش آیه نازل میشه: یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول. اول حق به خودشان داده بود که خودتان هر کس را که کشتین یا هر کس را که اسیر کردین، اونمو مربوط خودتان میشه مالشان. ولی بعداً پس اینمی صلاحیت ازشان گرفت. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که یک کمی در بینشان جنجال پیدا شد، باعث اختلافشان میشد. به می خاطر الله متعال اینمی حق ازشان گرفت و گفت که به طور مساویانه در بینشان چی شود؟ تقسیم شود. به طور مساویانه پیامبر صلی الله علیه و سلم در بینشان تقسیم کرده. پس این سبب نزول آیه اولی هست که الله متعال میفرماید یسالونک عن الانفال. قبل از اینکه درس شروع بکنیم، اول در مورد غزوه بدر ما شما بیان میکنیم. سوره انفال اکثر آیاتش موضوع اساسیش غزوه بدر است، در مورد بدر نازل شده. البته یکی از نامهایش ما شما ذکر کردیم که یکی از نامهایش انفال است، چند نام دیگه هم داره، به نام بدر هم حتی یاد میشه. اینمی سوره یک نامش انفال است، وجه تسمیش ذکر کردیم که چرا. دیگه نامش بدر است. بدر به خاطر چی؟ به خاطر از که اکثر آیاتش در مورد غزوه بدر است و این سوره بعد از غزوه بدر نازل شده در سال 2 هجری. دوم نامش بدر است. سوم نامش الفرقان هست. فرقان هم برش میگه به خاطر چی؟ به خاطر از که فرقان یکی از نامهای غزوه بدر است. الله متعال در امی سوره الله متعال غزوه بدر به نام فرقان نام گذاشته. چرا؟ به خاطر از که غزوه بوده، تعداد مسلمان ها بسیار کم، تعداد کفار بسیار زیاد، اصلا قابل مقایسه نیستن. مسلمان ها علیه کفار پیروز میشن با اونقدر تجهیزات جنگی که داشتن. یعنی حق و باطل آشکار میشه. اینجا فرق بین حق و باطل میشه. الله متعال حق پیروز میکنه، باطل سرنگون میکنه. به او خاطر این سوره را به نام الفرقان هم یاد میکنه و به نام القتال هم یاد میشه. نام چهارمیش القتال هم میگه. چرا؟ به خاطر ازی که اولین جنگی که بین کفار و بین مسلمان ها در اسلام صورت گرفته، الله متعال از او یادآوری میکنه که به نام که غزوه بدر است. به مخاطر این سوره را به نام القتال هم مسما کرده. پس گفتیم که بیشتر الله متعال در این سوره در مورد غزوه بدر و چگونگی پیروزیشان و نعمتایی که الله متعال در حق اهل بدر کرده، در مورد ازی الله متعال بیان میکنه. مختصر در مورد غزوه بدر صحبت میکنیم، بعداً به آیات میپردازیم. غزوه بدر در سال 2 هجری در ماه رمضان در تاریخ 17 رمضان رخ میده.
و ابتدای جنگ از جای شروع میشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه هستن، به اصحاب خبر میده و از طریق جبرائیل برش خبر میرسه که یک کاروان تجارتی قریش از طرف شام به سوی مکه در حرکت است و فعلا دمی نزدیکی مدینه هسته و قرار است از اینجا بگذره. به خاطر از اینکه مسلمان ها از اونجا زیاد اذیت دیده بودن، آزار دیده بودن، حتی زمانی که هجرت میکنن از خیلی یا مالهایشان رو میگیرن ازشان، یعنی مستحق ازمی بودن که دوباره به اصطلاح امو مقدار مالی که ازشان گرفته دوباره ازشان بگیره. و این کاروان تجارتی مربوط یک نفر و دو نفر نمیشد، مربوط کل اهل قریش بود و سرکردگی کاروان را ابو سفیان به عهده داشت. 40 نفر از سربازا هم همراهش می باشه که تعدادشان بسیار کم است. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم به اصحاب کرام اختیار میده که اینی تو یک قضیه هست، میخوایم که انتقام خود از اینها بگیریم. هر کس خودش اختیار داره، هر کس که در جنگ در اینجا اشتراک میکنه، هر کس که اشتراک نمیکنه، خودتان اختیار دارید. صحابه یک تعدادی از انصار و یک تعدادی از مهاجرین اینا بیرون میشن از مدینه و تعدادشان به 313 یا 314 تعداد دقیقش مشخص نیست، دمی حدود بوده، ولی 313 را بیشتر سیرت نویسا نقل کرده. به می تعداد است اینا میبراین و نزدیکای مدینه در یک جای اینا کمین میگیرن به خاطر از اینکه امی کاروان بیه و بالایشان حمله کنه و اموال تجارتیشان بگیره. خب وقتی کاروان نزدیک میشه، پیش از پیش به ابو سفیان خبر میرسه که مسلمان ها اینی تو تصمیم داره و به شما کمین گرفته و به شما میخواه حمله کنه. ابو سفیان وقتی که از این خبر میشنوه، یک نفر روان میکنه به سوی مکه، به اونا میگه هر چی زودتر برو به اونا خبر برسان که اینی تو ما در خطر قرار داریم، که اونا یک کار بکنن بیان به سوی یعنی به خاطر کمک ما بیان. و خود ابو سفیان هم راه خود چپ میکنه، از راه عمومی که عموما مردم میرفتن او را چپ میکنه و از راه نزدیک دریا راه خود چپ میکنه و از امی راه عمومی نمیره، در حالی که مسلمان ها امی راه عمومی برشان کمین گرفته که اینا بیاین و بالایشان حمله کنه. اینا اینجا منتظر هستن که چه وقتی کاروان میرسه، کاروان تجارتی، که یک وقت خبر میشن که اینها از پشت سرشان رفتن و اینها از خطر دور شدن، یعنی اینها را نمیتونن حتی یا اگر حرکت هم بکنن نمیتونن که به اونا برسن، اونا از اینها زیاد پیش رفتن. و وقتی که اونها از خطر دور میشن، ابو سفیان باز نفر روان میکنه به سوی اهل مکه که شما حرکت نکنین، ما از خطر دور شدیم، یعنی کدام مشکلی بر ما نیست، ما نجات یافتیم. وقتی که نفر اولی دو جمعی رسه، با ابو جهل وقتی که میشنوه که اینها اقدر جرأت پیدا کردن مسلمان ها که بالای کاروان ما حمله میکنه، بسیار خشمگین میشه، کل مردم جمع میکنه که هر کس توانایی داره بیاید این جنگ اشتراک بکنه. تعداد کفار از 950 الی 1000 نفر جمع میشن و با تجهیزات جنگی بسیار زیاد، و مسلمان ها تعدادشان 313 نفر که تجهیزات بسیار کم داشتن. حتی حضرت علی رضی الله عنه میگه در بین ما فقط یک نفر سواره بود، در بعض روایت میگه که 2-3 نفر بوده. خود تعدادش اگر زیادم بوده باشه از 6 نفر زیاد نمیشه سوارایشان. به می تعداد سواره بود دیگه، هیچ کس کلگ پیاده بود و چیز سواری نداشت و تجهیزات جنگی ما بسیار کم، حتی بعضی امو سلاح ابتدایی شمشیر هم نداشتن. به مو خاطر اینا تعدادشان هم کم است و تجهیزاتشان هم کم است. از اون طرف کفار تعدادشان هم زیاد است و تجهیزاتشان بسیار زیاد است. خب وقتی که اونا حرکت میکنن از مکه به سوی مدینه، میخوان که علیه مسلمان ها جنگ کنن، در یک جایی میرسن که نفر دومی ابو سفیان پیش رویشان میرسه. به اینا میگن که ما از خطر نجات پیدا کردیم، یعنی کدام خطری متوجه ما نیست، یعنی شما لازم نیست شما دوباره پس براین به سوی مکه. ابو جهل بسیار خشمگین میشه، میگه نه این کار ما اصلا نمیکنیم، ما میریم. اینا خود توانایی جنگ در مقابل ما ندارن، چرا که تعدادشان کم است، تجهیزات اونقدر ندارن. میریم به خاطر یزی که دیگر روز کدام نام بد بر ما نمانه، یعنی کدام کسی نگویه که پیشروی کاروان تجارتی قریش گرفته بود و بالای از حمله میکنه، یا به خاطر ازی که به اصطلاح ما خود بزرگ جلوه بتیم یا به اصطلاح ما غالب باشیم. میریم تا اونمو چاهای بدره، تا چاهای بدره میریم، در اوجه فقط یک عیش و نوش میکنیم، بعضی به اصطلاح شراب می نوشیم
و یک کمی سیاحت میکنیم، دوباره پس برمیگردیم که اینا بفهمن که ما تا اینجا آمدیم و دیگه طرز در قلبشان بفته که دیگه پیشروی کاروان تجارتی ما رو نگیره. این بسیار متکبرانه ابو جهل این گپ میگه و خب اعتماد به نفس کامل هم داره که حتما وقتی که ما میریم پیروز میشیم. خب ابو جهل با وجود از که در داخل از این لشکر، داخل لشکرش همی لشکر کفار کسایی هم بودن که موافق با این نبودن که نه برمیگردیم. حتی در بعض روایت میگه که بعضیا برگشتن ولی از بزرگایش کسی برگشتن نتونست. در یک جای قرار گرفته بود که ابو جهل او را طعنه میداد. بعضیا گفتن که نه برمیگردیم. ابو جهل گفته که تو مالهای ت گرفته، تو بازم یالی کدام روی داری که دوباره پس به سوی مکه بر بگردی؟ خب اینا رو مجبور کرده که کلشان همراهشان بیه و به سوی بدر بره. خب وقتی که اینها حرکت میکنن از این طرف، مسلمان ها در اون طرف، جبرئیل میاد به پیامبر صلی الله علیه و سلم و برشان میگه که الله متعال یکی از دو لشکر را به شما وعده کرده. یکی از دو کاروان یا لشکر را که یکیش کاروان تجارتی هست و دیگیش کاروان یا لشکری هست، لشکر جنگی که تعدادشان اینقدر است و الله متعال به شما وعده کرده این بر یکی از این دوتا شما غالب میشین. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله با مسلمان ها در جریان میگذاره، مسلمان ها فکر میکنن ممکن اما چیزی که خداوند به ما وعده کرده کاروان تجارتی باشه. اصلا فکرشان به این نمیرسه که ما بالای 950 نفر یا 1000 نفر بالای از او پیروز شویم. او اصلا از ذهنشان دور است. وقتی که این نجات پیدا میکنه، میگه خود نجات پیدا کرده، خب معلوم میشه که حتما ما باید در مقابل 1000 نفر بجنگیم. چی کار کنیم؟ با اصحاب کرام اول مشوره میکنه و مشوره میکنه تا که نظر از یار بخواه که نظر از چه قسم است، آیا می جنگ اشتراک کنیم یا نکنیم. حکم خدا خو هست ولی به خاطر مشوره میکنه که می حالتی از یار دریابه، حالت صحابه رو ببینه که صحابه اصحاب که امرایشان هسته موافق با اینمی هستن که در مقابلشون بجنگن یا نه. مهاجرین خود کدام مشکل ندارن، اونا خود دشمنشان هست، ولی انصاری که در مدینه زندگی میکنه اینا با قریش طرف نیستن، ما طرف هستیم. اینا نظرشان چی است؟ آیا در مقابلشان میجنگن یا شانه خالی میکنن؟ خب وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اینها مشوره میکنه، میگه الله متعال اینی تو وعده کرده بر ما و پیش از پیش وعده پیروزی رو میده که خدا گفته که شما پیروز میشین. نظر شما چی است؟ آیا در مقابلشان بجنگیم یا نجنگیم؟ اینا میگن که بعضیایشان یک کمی مشوره میتن به پیامبر، فقط مشوره است. میگن که اگر نجنگیم بهتر است، به خاطر از اینکه ما تجهیزات ما بسیار کم، تعداد ما هم کم و توانایی جنگیدن در مقابل اقدر نفر ممکن ما نداشته باشیم. به او خاطر بهتر است پس به سوی مدینه بر بگردیم و در مقابلشان نجنگیم. چون حکم پروردگاری بود که باید شما بجنگین، پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کمی خفه میشه. از امی چهره پیامبر اینا درک میکنن که پیامبر ممکن خفه شود. به می خاطر سعد بن عباده یکی از بزرگای انصار بلند میشه و پیامبر صلی الله علیه و سلم را میگه هر چی که تو بگی اونو کار ما میکنیم. اگر میگه در مقابلشان میجنگیم، اگر میگه پس به سوی مدینه برمیگردیم. یکی از بزرگای دیگه به نام سعد بن معاذ بلند میشه، این از انصار است. این بلند میشه میگه هر جایی که تو بری ما اونو کار میکنیم، حتی اگر خود به دریا بزنیم ما از پشت خود به دریا میزنیم، هر چی که میکنیم اونو کار انجام بدیم. پیامبر صلی الله علیه و بسیار خوش میشه با سخنشان و میگه که شما آماده باشین، فردا در مقابل لشکر بزرگ قریش ما و شما میجنگیم. اینا میجه منتظر میباشن، در یک جای سنگر میگیرن که پیشترش بدر است. بدر یک قسمتی است که در اونجا چاهای وجود داره. بعضیا میگن که می چاها به نام بدر بوده، یک شخصی به نام بدر بوده، به او خاطر امی منطقه را به نام بدر یاد میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کمی پستر دیجا به اصطلاح سنگر بگیره که ما شما میجا میباشیم که مشرکین از اون طرف میین، ما شما در مقابلشان میجنگیم. یکی از اصحاب کرام میگن که از پیامبر پرسان میکنه که اینمی حکم پروردگار است که اینمیجا باشیم یا این مشوره خودت است؟ میگن این نظر خودم است که اینمیجا باشیم. میگه خیلی نظر من این است که اگر پیشتر بریم تا او آبها خود برسانیم، بازی بهتر میشه برای ما که اگر امی جنگ ما طولانی شه میتونیم که از آبهای از اون استفاده بکنیم و میشه که مشرکین به او دسترسی پیدا نکنه و یکی از اسباب شکستشان امی تشنگیشان باشه، پس دوباره بر بگردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم مشورهش قبول میکنه و اینا پیشتر میرن، پیشتر سنگر میگیرن. خب اینا اینجا میباشن که شب میشه که فردایش جنگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینمی شب تمام شب نمیخوابه. حضرت علی رضی الله عنه میگه در اینمی شب همگی خوابیدیم
به اندازه یک خواب عمیق سر ما آمد که نعاس یک از انواع خواب را در زبان عربی نعاس میگه. نعاس خوابی است که خیلی کم ما شما گاهی اوقات میخوابیم ولی تو ذهن آرام میشه که گویا که 10 ساعت خوابیده باشه. اونو تو یک خواب گاهی اوقات نمیشه یک حالت سر انسان میگه اونو تو ما رو خواب برد در حالی که همگی ترس و لرز بودن که فردا چی میکنن. ما ایتو پیش بینی میکردیم ممکن امشب هیچ کس را خواب نبره ولی همگی را خواب برد، فقط پیامبر صلی الله علیه و سلم بیدار بود. پیامبر چیکار میکرد؟ میگه در زیر یک درخت دعا میکرد. یک از دعاهایش نمی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا میکرد و به الله متعال میگفت که اگر این جمع خرد امروز شکست بخوره دیگه هیچ کسی در روی زمین پیدا نمیشه که عبادت تو را کنه. زیاد دعا میکنه، حتی به اندازه‌ای که میگه دستای خود به اندازه‌ای بلند میکرد به سوی آسمان که چادری که سر شانه‌اش بود این پایین میافتاد. باز ابوبکر صدیق پس بالای شانه‌هایش میگذاشت و آخر ابوبکر صدیق به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بس از خدا دیگه دعایت قبول کرده. خب اینا وقتی که شب سپری میشه صبح میشه مشرکین پیش میان و پیش از اینکه جنگ صورت بگیره اول یک مبارزه تک به تک میشه. 3 نفر از مسلمان ها و 3 نفر از کفار با همدیگه روبرو میشن، جنگ میکنن. از جمع مسلمان ها یک حضرت حمزه است و دیگه حضرت علی است و یک شخص دیگه هست از جمع اصحاب غیر مشهور. و از کفار هم 3 نفر هستن، یک عتبه هست، دیگه شیبه هست، دیگه ولید ابن عتبه هست که اینا از اون طرف می جنگن و مبارزه تک به تک اینا از این طرف. در بین این 3 نفر مبارز حضرت علی حریف خود را از بین میبره، حضرت حمزه هم حریف خود را از بین میبره. شخص سیومی صحابی طرف مقابل را از بین میبره ولی خودش هم زخمی میشه. و بعد از جنگ شروع میشه که در این جنگ مسلمان ها پیروز میشن. بعض داستان های دیگر در عین آیات بس ما و شما بیان میکنیم. این خلاص غزوه بدر بود. تعداد مسلمان ها بسیار کم با تجهیزات بسیار کم، تعداد کفار بسیار زیاد با تجهیزات بسیار زیاد. 70 نفر از کفار کشته میشن و 70 نفر دیگه اسیر میشن. و از جمع کشته شدگان ابو جهل است، امیه ابن خلف است، عتبه ابن ربیعه هست از بزرگای مشرکین. دیگه از بزرگای مشرکین از بزرگایشان هست که دیجا کشته میشن و از بین میرن. یعنی خلاصه دیجا غزوی هست که قریش را از شأنشان خیلی میگاه و امو قدرت و شوکتی که قبلا داشتن کلش از بین میره. به مو خاطر است که دیگه غزوات قدرتشان خیلی ضعیف میشه و نمیتونن در مقابل مسلمان ها درست بجنگن. پس این خلاصه داستان بدر بود که بیان شد. الله متعال بیان میکنه میفرماید یسألونک عن الانفال، از تو میپرسن ای پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد انفال، در مورد چگونگی تقسیم غنایم. انفال یعنی چگونگی تقسیم غنیمت ها. از تو صحابه پرسان میکنن در مورد چگونگی تقسیم غنیمت ها که غنیمت چه قسم تقسیم شود. قل بگوی پیامبر صلی الله علیه و سلم الانفال لله والرسول، انفال حکم تقسیم غنائم از آن الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی حکمش از جانب پروردگار است که چه قسم تقسیم شود، این خدا حکم میکنه. خب چه قسم تقسیم شود بعداً با زیر ما شما یکم مفصل تر میخونیم در ابتدای پاره 10 الله متعال میفرماید واعلموا انما غنیمتم من شیء فان لله خمسه. یعنی وقتی که غنیمت گرفته میشه قبل از اینکه او تقسیم شود در بین مجاهدین، اول یک قسمتش از 5 حصه یک حصهش برداشته میشه و این حصهش مربوط به یتیما و مسکینا و فقیرا و خانواده خود پیامبر صلی الله علیه و سلم و به خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسه. 5م حصهش. باقی ماندیش که میمونه 4 حصه دیگه در بین مجاهدین تقسیم میشه مطابق به تقسیمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده. البته تفاوت داره، به بعضی زیادتر میرسه به بعضی. سواره و پیاده بس فرق میکنه، در اونجا که سواره بیشتر برش داده میشه و پیاده برش کمتر داده میشه. پس الله متعال میفرماید قل الانفال لله والرسول، بگوی پیامبر صلی الله علیه و سلم حکم تقسیم غنایم از آن الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. فاتقوا الله، شما از مخالفت با فرمان خدا بپرهیزین، تقوا اختیار کنین. و اصلحوا ذات بینکم، شما در بینتان اصلاح را بیارین، از اختلاف دوری کنین و اختلاف در بینتان نکنین، چون یک اختلاف بسیار خرد در بین صحابه به خاطر چگونگی تقسیم غنایم ایجاد شده بود. به مو خاطر میگه شما اختلاف دور کنین، در بینتان اختلاف نکنین. و اطیعوا الله و رسوله، شما اطاعت از الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین در تمام موارد، خصوصا در مورد حکم غنایم.
ان کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا مؤمن هستین، اگر شما واقعا مؤمن هستین اطاعت از خدا و رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنید. بعد از الله متعال صفات مؤمنین کامل را بیان میکنه. مؤمن کامل کدام صفات می داشته باشه؟ ببینین ما و شما به خاطر وزن کردن یک چیز یک مقیاس داریم. مثلا ترازو داریم که توسط ازمو ما و شما وزن یک چیز رو معلوم میکنیم، وزنش چقدر است، چند کیلوگرم هست، چند سیر است، وزنش معلوم کرده میتونیم. توسط چی؟ توسط ترازو. یا مثلا ما و شما به خاطر معلوم کردن درجه حرارت، درست است، درجه حرارت ما و شما یک چیز داریم، یک مقیاس داریم که توسط درجه حرارت معلوم میشه. یا مثلا به خاطر معلوم کردن تب انسان که انسان چند درجه تب داره معلوم میشه، از خود یک مقیاس داره، یک چیزی داره که توسط ازو شناخته میشه. یا به خاطر معلوم کردن فشار خود که فشار ما چقدر است، یک مقیاس داریم که توسط ازمو فشار خود معلوم میکنه. به خاطر معلوم کردن ایمان انسان که ایمان چقدر است، کم است، زیاد است، ضعیف است، قوی است، چقدر است، به خاطر معلوم کردن ایمان همین میتونه یک مقیاس وجود داره. این میتونه یک به اصطلاح ترازو وجود داره که ما بتونیم ایمان خود را در اوج وزن کنیم. ایمان ما کم است، زیاد است، یا ضعیف است یا قوی است. خب او مقیاس یا او به اصطلاح ترازو چی است که ما شما ایمان خود معلوم کرده میتونیم؟ الله متعال جو را بیان کرده، علایم را ذکر کرده که در صورتی که اینی علایم در شما موجود باشه شما مؤمن کامل هستید. ولی اگر فهمیدین که تو یک حالت شما ندارین، بفهمین که شما مؤمن کامل نیستین، یا به درجه نفاق میرسین یا به درجه اسلام یا مسلمان، که مسلمان گفتیم درجهش از مؤمن کرده باز کمی چیست با این طرح هست. علایم برای ما ذکر میکنه، مثل ای که پیش یک دکتر میریم، دکتر اول از ما پرسان میکنه که مریضی خود برش میگیم که ما اینی تو سردرد هستم، مثلا جان درد هستم، یا به اصطلاح تب و لرزه دارم. بازو از بعضی از علایم دیگر از ما پرسان میکنه، مثلا میگه که کدام قسمت سر درد میکنه، یا فشار چطور است، یا بعض علایم دیگر هم از ما پرسان میکنه. در اینجا الله متعال مو علایم ذکر میکنه که اینی علایم اگر در شما باشه مؤمن هستید. و اگر این علایم در شما نبود شما بفهمین که ایمانتان کم است یا ایمانتان ضعیف است. خب کدام علایم است؟ یعنی گویا که یک چی باشه، یک ترازو باشه، یک مقیاس باشه به خاطر وزن کردن یا به خاطر معلوم کردن ایمان ما شما. الله متعال میفرماید انما المؤمنون الذين، بشک مؤمنای کامل، کسایی که ایمان کامل دارن، مخلصانه مؤمن هستن، الذين اونا کسایی هستن که اذا ذکر الله، وقتی که نام خدا برده میشه، وجلت قلوبهم، قلبایشان میترسه. یک از علایم مؤمن کامل است که وقتی که یاد خدا یک جای میشه ترس خدا در قلبشان ایجاد میشه، یعنی از الله متعال میترسن و از مخالفت با فرمان خدا پرهیز میکنن و اوامر پروردگار را انجام میدن. یک از صفاتش این است. دوم صفتش است که و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی که آیات پروردگار به اینها تلاوت میشه، زادتهم ایمانا، ایمانشان زیاد میشه، یعنی ایمانشان قوی میشه. گاهی اوقات ما و شما در بیرون هستیم، ایمان ما و شما ضعیف است. وقتی که در یک مجلس قرآنی داخل میشیم میبینیم که ایمان ما قوی میشه، بسیار گرم میشیم، حتی تصمیم میگیریم که من بعد از خوب عبادت میکنم، خوب تقوای پروردگار اختیار میکنم، پرهیز از مخالفت با فرمان خدا میکنم و خلاصه خیلی تصمیمات با خود میگیریم. پس که از اون مجلس میبریم باز نموتو نمو حالت گذشته خدا داریم. این میت یک حالت در بحث زیادت و نقصان ایمان ما و شما صحبت کرده بودیم که آیا ایمان زیاد و کم میشه یا نمیشه. از نگاه کیفی گفتیم میشه که زیاد و کم شه، کیفیتش میشه که پایین و بالا بیاد، ضعیف شه و قوی شه و گاهی وقت مثل که حنظله به ابوبکر میگه که من منافق شدیم. ابوبکر میگه چه قسم منافق شدی؟ میگه من یک حالت دارم وقتی که در مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشم ایمانم خیلی قوی است، خیلی تصمیمای به اصطلاح تصمیمای میگیرم که باید خوب عبادت کنم، خوب تقوا کنم، خوب به اصطلاح روزه بگیرم و زکات بدم و خلاصه بعضی کارهای دیگر انجام بدم. ولی وقتی که از مجلس پیامبر میبرایم پس اونم حالت قبلی خود دارم، یعنی یک دوگانگی در قلب ما موجود است، در حالت درونی ما یک دوگانگی موجود است. پس گویا که من دو چهره داشته باشم، منافق باشم. ابوبکر گفت اینمی حالت خمام دارم، اگر اینمی تو حالت نفاق باشه خمام منافق هستم. هر دویشان میرن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و این میره برش پیش میکنه که ما اینو تو یک حالت داریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برش میگه که یک حالتی درونی انسان است، به خاطر امتحان انسان گاهی اوقات اینمی تو یک حالت می داشته باشه. گاهی اوقات شما عبادت میکنین به اندازی از عبادتتان لذت میبرین، خشوع و خضوعتان بجا می باشه یا خشوع و خضوع می داشته باشین، فکرتان بجا می باشه، به نماز می باشه که
اصلا فکرتان دیگه طرف نمیره. خب از عبادت لذت میبرین ولی گاهی اوقات عبادت شما میکنین ولی اصلا فکرتان به جای نمیشه. فکرتان نمیتو به اصطلاح پراگنده می باشه، در هر جای مصروف می باشه، هر چی کوشش میکنین که فکرتان جمع کنین نمیشه. این دوگانگی الله متعال گاهی اوقات در حالت انسان میاره تا که انسان چی کنه؟ امتحان کنه. امتحانی از جانب پروردگار هست. خب بعد از به ابوبکر و به حضرت حنظله میگه که اگر شما نمیتو حالت همیشه داشته باشین مثل که در مجلس ما دارین، میگه با شما به اندازه پاک می باشین که ملائکه باز با شما مصافحه میکنه، یعنی دست میده با شما، به اندازه شما پاک می باشین. این از این معلوم میشه که ایمان از نگاه کیفی چی میشه؟ زیاد و کم میشه. از نگاه کیفیت گاهی اوقات ضعیف میشه، قوی میشه، این ممکن هست. ولی از نگاه کمیت ایمان زیاد و کم نمیشه. گفته نمیتونن که یک کسی بگه که من به بعضی از ارکان ایمان دارم، به بعضی ندارم. نه خیر، به یک جزئی از ارکان ایمان اگه کس کافر شده، به کل مؤمن بها چی شده؟ کافر شده. یکی از پیامبرا را اگه انکار بکنه، بگه که من کل چیزا را قبول دارم، خدا یکی است، مثلا ملائکه وجود داره، کتاب ها هست، رسول ها هست، مثلا دیگه مؤمن بها را ذکر بکنه که کلش ما قبول دارم، ولی در بین رسول ها فقط یک پیامبر ما قبول ندارم. از امو یک پیامبر منکر شدن انکار از کل پیامبر و حتی از کل مؤمن بها است. انسان از دایره اسلام چی میشه؟ از دایره ایمان خارج میشه. بس الله متعال میفرماید و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی که تلاوت آیات پروردگار به اینها میشه، زادتهم ایمانا، ایمانشان افزایش پیدا میکنه. این علامه دومی. و علی ربهم یتوکلون، اینها به پروردگارشان توکل میکنن، کار خدا به خدا میسپارن، اعتماد به پروردگار میکنن و نتیجهش به الله متعال میسپارن. این صفت سومی. صفت چهارمی که ذکر شده الذین یقیمون الصلاة، اینا کسایی هستن که اقامه نماز میکنن، نماز را به طریقه درست ادا میکنن. این صفت چهارمی. و صفت پنجمیشانی است که و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما برشان رزق دادیم انفاق میکنن. 5 صفتی که الله متعال به خاطر ایمان کامل یا مؤمن کامل ذکر کرده. خب بعد از الله متعال میفرماید اولئک هم المؤمنون حقا، اینا هستن مؤمنای واقعی، مؤمنایی که اصلا در سخنشان راستگو هستن، صادق هستن، که میگن ما مؤمن هستیم. اصل مؤمنا اینمی مردم هستن. لهم درجات عند ربهم، بر اینها درجه هایی از در نزد پروردگارشان. الله متعال مقام و منزلتی بالای برشان میده و مغفرت، و الله متعال گناهایشان میبخشه، مغفرت برشان داده میشه. و رزق کریم، و همچنان روزی دائمی و معزز و مکرم که منظورش بهشت است برشان داده میشه. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. ببینین در ابتدای آیه کاف آمده، کما. این کاف را کاف تشبیه میگه، به خاطر تشبیه ذکر میشه، شباهت یک چیز را با یک چیز دیگه ثابت میکنه. ما در بلاغت، اصل مربوط بلاغت هم میشه، در نحو هم گاهی اوقات خوانده میشه، بحث تشبیه داریم. تشبیه چرا گفته میشه؟ مشابه ساختن یک چیز با چیز دیگه، این تشبیه میگه. در خود در چیزی که ما شما در یک جایی که مثلا تشبیه میکنیم، یک چیز رو با چیز دیگه تشبیه میکنیم، اما خود تشبیه 4 رکن داره. در این تشبیه باید 4 چیز موجود باشه. یکی مشبه است، یعنی چیزی که تشبیه میشه. یکی مشبه بهی است، یعنی چیزی که اینمی مورد با او تشبیه شده. یکی ادات تشبیه است و دیگه وجه شبه است. این 4 رکن تشبیه ما شما داریم. یکی مشبه است، مشبه بهی است، ادات تشبیه است و وجه شبه است. در هر تشبیه که صورت میگیره، در هر جایی که تشبیه میشه، این 4 رکن باید دو موجود باشه: مشبه، مشبه بهی، ادات تشبیه و وجه شبه. هر چیزی که ما شما با یک چیز دیگه چی میکنیم؟ شباهت میدیم. مثلا من میگم اینی موبایل مثل تخت پاک است. فرض کنید یک چیز رو با چیز دیگه تشبیه میکنم، درست است؟ اینی موبایل مثل تخت پاک است. یعنی چی را اینجا من تشبیه کردم؟ موبایل را. مشبه چی است؟ موبایل است. چیزی را که من تشبیه کردم اور مشبه موبایل است. چیزی که ما موبایل با او تشبیه کردیم چی است؟
تخت پاک است. درست است؟ مشبه موبایل شد، مشبه بهی تخت پاک شد. ادات تشبیه چی است؟ ما چی گفتم؟ گفتم این موبایل مثل چی است؟ تخت پاک. مثل چی است؟ ادات تشبیه است. با مثل ما چی کردم؟ تشبیه کرد. یا در اوجه که الله متعال ذکر کرده در قرآن کریم بیشتر کاف ذکر میشه در زبان عربی. کاف در ابتدای اینمی تشبیه ذکر میشه. و وجه شبه چی است؟ اینا با یک دیگه خود چی مشابهت دارن؟ فرض کنین در خود امی جسمش، امی خود جسم یا امی خود هیکل موبایل که هست، فرض کن این مثل تخت پاک است. هر دویشان در جسمشان با هم دیگه چی داره؟ مشابهت داره. وجه شبه ما شما جسم میگیریم. در جسم با هم دیگه چی داره؟ شباهت داره. در هر تشبیه که در هر زبان باشه، چی در عربی باشه، چی در دری و پشتو و به هر زبان دیگه که باشه، این 4 رکن باید دو موجود باشه: مشبه، مشبه بهی، ادات تشبیه و رکن تشبیه. که دیجم الله متعال این میره ذکر کرده، ما شما دیجه مشبه و مشبه بهی و ادات تشبیه و وجه شبه را ما شما بیان میکنه. الله متعال میفرماید کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، چنانچه تو را بیرون کرده پروردگارت از خانید بالحق به حق. دیجه مشبه بهی ذکر شده ولی مشبه حذف شده، مشبه ذکر نشده. اصل معنایش تو میشه، تفسیرش تو رسته که الله متعال میفرماید میگه مثل که تو را پروردگار از خانه بیرون کرده و تو رضایت نداشتی. در تقسیم غنایم در بین اصحاب کرام هم وقتی که حکم خدا در مورد تقسیم غنایم بود، بعضیا در این مورد رضایت نداشتن، ایتونی که قبول نکنن، مطابق امو چیزی که در ابتدا بود مطابق از اون بود، به او خاطر یک کمی خفه شدن. البته در ابتدا بعد از حکم پروردگار که آمد اینا پس کاملا تسلیم حکم پروردگار شدن. پس دیجا مشبه چی است؟ مشبه امی تقسیم غنایم در بینشان است، نارضایتی اینها در تقسیم غنایم است، این مشبه است. مشبه بهی چی است؟ مشبه بهی امی بیرون شدنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ با اصحاب کرام که در ابتدا اصحاب کرام گفت بیاین براین، اونا چی گفتن؟ گفتن نمیبرایم. نه، مشورهشان اینمی بود. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه گفتن تعداد ما کم است. مشبه او شد یعنی بیرون، یعنی تقسیم غنایم بدون رضایت صحابه. مشبه بهی چه شد؟ مشبه بهی بیرون شدن پیامبر در جنگ بدون رضایت اصحاب بود. هر دویشان با هم دیگه مشابهت داره. همین دو قضیه در چی مشابهت داره؟ در نارضایتی. درست است که در اون موردم صحابه رضایت نداشتن در ابتدا، در این موردم صحابه در ابتدا رضایت نداشتن، بعدن کاملا تسلیم شدن. درست است؟ اینطوری که همیشه رضایت نداشتن، نه خیر، بعدن تسلیم شدن. ادات تشبیه چی است؟ کاف است که در ابتدای امی آیه ذکر شده، کما الله متعال ذکر کرده. درست است؟ پس الله متعال میفرماید کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یعنی قضیه تقسیم غنایم در بین صحابه مانند بیرون کردن تو هست که پروردگار تو رو بیرون کرد از خانید بالحق، به حق بیرون کرده. اینا این دو قضیه با هم دیگه یک قسم هستن. در چی با هم دیگه یک قسم هستن؟ در نارضایتی صحابه. و ان فریقا من المؤمنین، و بشک گروهی از مؤمنا لکارهون، انها ناخشنود هستند از اینکه در این جنگ اشتراک بکنن. البته در ابتدا به خاطر اینکه اینها به خاطر عدم آمادگیشان به خاطر اینا در ابتدا رضایت نداشتن که در جنگ اشتراک بکنن. یجادلونک فی الحق، با تو مجادله میکنن، یعنی گفتگو میکنن، فی الحق در مورد حق، بعد ما تبینه، بعد از اینکه آشکار شد، بعد از اینکه الله متعال حکم کرد. الله متعال حکمش این بود که باید اینها در جنگ اشتراک بکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم با اصحاب کرام وقتی که صحبت میکنه که چی کار بکنیم، بعضی از اصحاب میگن که دوباره بر بگردیم به خاطر که تعداد ما کم است و آمادگی کامل نداریم. این میل الله متعال اشاره میکنه، میگه یجادلونک فی الحق، با تو جر و بحث میکنن در مورد حق، بعد ما تبینه، بعد از اینکه الله متعال حکم کرده بود که شما در جنگ اشتراک کنید. خدا حکم کرده بود ولی حکم را پیامبر به اینها نگفته بود. بعد از اینکه حکم را بیان کرده، مژده برشان داد که از جانب خدا شما پیروزی داده میشه به شما، بشارت به شما باشه، باز بعد از اینا کاملا رضایت نشان دادن که در جنگ چه کنن؟ اشتراک بکنن. خب چرا اینها عقب نشینی میکردن، میگفتن که نباید در این جنگ اشتراک بکنیم؟ به خاطر از اینکه تعدادشان کم بود. میگه که انما یساقون الی الموت، حالتشان طوری بود گویا که اینها را شما سوق میتین به سوی مرگ،
گویا که اینها را از دستشان گرفتین به سوی مرگ میکشانین و هم ینظرون، اینا با چشم باز مشاهده میکنن. اونما قسم در به خاطر جنگ ترس داشتن که در این جنگ ما از بین نریم، هلاک نشیم. میگه رفتن به سوی جنگ را ایتو میپنداشتن گویا که به سوی مرگ اینا برده میشه. و اذ یعیدکم الله، و به زمانی را به یاد بیاور یعیدکم الله که شما را الله متعال وعده کرده، احدى الطائفتین، یکی از دو گروه را، انها لکم، که اینمی یکی از دو گروه نصیب شما میشه. قبل از قبل خداوند برشان وعده کرده که یکی از دو گروه نصیب شما میشه، یعنی شما به او پیروز میشین که یک لشکر جنگی هست و دیگه کاروانی تجارتی هست. یکی از دو گروه رو شما غالب میشین بالایش. و تودون، ولی شما آرزو میکردین، ان غیر ذات الشوکتی، که امو کاروانی غیر دارای قدرت، امو کاروانی که قدرت نداره و قدر خیلی تجهیزات جنگی نداره، تعدادشان کم است، تکون لکم، امو نصیب شما شود. شما آرزو میکردین که به جای از اینکه با لشکر جنگی روبرو شوین، با کاروان تجارتی روبرو شوین. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا غیر ذات الشوکه هست، یعنی خیلی قدرت ندارن، تعدادشان کم است. ذات الشوکه یعنی صاحب قدرت. اینا صاحب قدرت نبودن، چرا که تعدادشان کم بود، به آسانی میتونستن که بالای از این مسلمان ها پیروز شوند. ولی الله متعال چیزی را که خواست که باید بالای از اون مسلمان ها پیروز شوند، اون امور رو باز چی کرده؟ عملی کرده که اینها در مقابل لشکر بزرگ جنگیدن. و یرید الله متعال میخواه ان یحق الحق، که حق را پیروز بگردانه، بکلماته، با وعده های خود. الله متعال وعده کرده بود که باید حق چه شود؟ پیروز شود. و یقطع دابر الکافرین، و کافرین را ریشه کن بکنه، کافرها را ریشه کن بکنه. یقطع دابر اصل ریشه را گفته میشه، یا به اصطلاح دابر اصل امو کسی را گفته میشه که در پشت سر قرار میگیره، اما خلاصه تفسیرش به ریشه میشه، یعنی ریشه کافرها را چی کنه؟ قطع کنه، اینا را از بین ببره و شکست بده. لیحق الحق، الله متعال میت یک حالت آورد شما را با لشکر بزرگ روبرو کرده تا که حق را پیروز بکنه، و یبطل الباطل، و باطل را نابود کنه، ولو کره المجرمون، اگرچه مجرما ایره، یعنی کافرها ایره بد بدانن، اگرچه مشرکین ایره دوست نداشتن، ولی باز هم الله متعال شما را پیروز کرد. اذ تستغیثون ربکم، این اشاره میکنه به مو دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفتن که به اندازه دستای خود بلند کرده بود، به اندازه با تضرع و زاری و عاجزی دعا میکرده که حتی امو چادرش از شانهش پایین میفته، که ابوبکر او رو پس به شانهش بلند میکنه. الله متعال به مو اشاره میکنه که اذ تستغیثون ربکم، زمانی که شما استغاثه میکردین به پروردگارتان. استغاثه چی را گفته میشه؟ استغاثه به فریاد طلبی یک شخص را گفته میشه در حالت سخت. مثلا یک کسی چیخ میزنه، صدا میکنه که بیاین به داد ما برسین، اینی را استغاثه گفته میشه. اذ تستغیثون ربکم، زمانی که شما استغاثه میکردین به پروردگارتان، یعنی خداوند به فریاد طلب میکردین که ما را به اصطلاح کمک کو. فاستجاب لكم، بس اجابت کرده پروردگار برای شما، انی ممدکم، که ما کمک کننده شما هستم، بألف من الملائکتی، به 1000 ملک، مردفین، که اینا پشت سر هم میاد. ما شما در سوره آل عمران خواندید، اوجه الله متعال بیان کرده بود که با 3000 ملک شما را کمک کردیم، و در اینجا با 1000 ملک ذکر شده. این دو آیه ظاهرا در تناقض قرار داره، ولی حقیقت این نیست، بلکه این دو آیه به شکل تفسیر میشه که او آیه 3000 ملک آمده، ولی اینجا مردفین گفته که 1000 ملک می آمده. بألف من الملائکه، یعنی هزار ملک می آمده مردفین پشت سر هم، که 3 بار آمده، 1000 نفر یک بار، 1000 نفر بار دیگه و 1000 نفر بار دیگه. اینجا مردفین ذکر شده، اینجا به 3000 ذکر شده، درست است، با 3000 ملک اینا چی شدن؟ اینا کمک شدن، ولی اینجا 1000 نفر ملک ذکر کرده، یعنی 1000 هر کدامش پشت سر هم دیگه می آمدن. و ما جعله الله، البته یک مورد نظر داشته باشین که جز در غزوه بدر، در هیچ غزوه فرشته ها حضور داشتن، ولی حضور فیزیکی که یا جنگ فیزیکی کرده باشن جز در غزوه بدر در دیگه غزوات نکردن. تنها در غزوه بدر فرشته ها هم جنگیدن، ولی در دیگه غزوات فقط به خاطر نشان دادن یعنی به خاطر تکثیر مسلمان ها تعدادشان زیاد شد، به خاطر از اینکه در قلبشان قوت بده، بیشتر اینا روحیه بده، اینا مطمئن شون، به او خاطر می آمدن، ولی در جنگ عملا خودشان در جنگ اشتراک کردن. و ما جعله الله متعال حضور فرشته ها را قرار نداد الا مگر بشرا، یک بشارت قرار داد برای شما،
ولتطمئن به قلوبكم، و خاطر از که اطمینان قلب پیدا بکنین شما. و من نصر الا من عند الله، کمک نیست مگر از جانب خدا. ان الله عزیز حکیم، بشک الله متعال غالب و با حکمت است.